دوستان اینم از نتیجه کار. عرضم به حضور شما عیبی که فیوزا رو میزدید برق قطع نمیشد رفع شد. الان فیوز مادر هستش و حالا فیوزهای واحدا. الان آشپزخونه روشنه، فیوزو میزنیم برق قطع میشه تا اتاقم قطع میشه و باقی جای دیگه. وقتی هم که همه روشنه فیوز مادر بزنی فیوز برق کاملا قطع میشه. دوستان توجه داشته باشید که تو بحث برق ببینید نظافت تو کار خیلی مهمه. حالا ما اینجا شینه نول نداشتیم، از این سیما رو اینجوری بستیم و حالا مرتب گذاشتیم اینجا. یه بحث که از جامپری که میذارید، حالا اگه شینه جامپر دارید که بتونید استفاده کنید، ندارید ببینید میتونید اینجوری به صورت خیلی ریز جامپر بزنید و تمیز باشه کار. و حالا ما اینجا یه مقدار سیم برای خروجی یه مقدار سیماشو بلند گذاشتیم به خاطر اینکه اسپیر باشه. حالا یه زمانی لازم میشه سیمی کوتاه میاد یا چیزی میشه از اینجا مثلا کشید و استفاده کرد. اینو ما به این دلیل میذاریم اضافه تر.